دروغگویی و توهین یکی از علائم مزدوری است. انصاف علی هدایت با استتار خود در زیر نام دل و قلم نوشت: تو آذری نیستی ولی ترکی. این یعنی چه؟ بی مفهوم است، چون یکی از شاخه‌های جهان. آذری کلمه ترکی و برگرفته از آذربایجان است. کسی که این سیاست سایبری PNF، تو اگر آذری نیستی پس آذربایجانی هم نیستی، بی سواد ابله. در پاسخ نوشتم: اگر کلمه سیاسی، ایدئولوژیک و تهاجمی آذری را از نام وطن ترک‌های آذربایجان به عنوان مخفف گرفته اید، پس چرا در کاربرد آن به جای آذربایجان و همچنین چرا در مخالفت با زبان ترکی و هویت ترکی ترک‌ها در ایران جعلی اینقدر جهد و تلاش می‌کنید؟ اگر در این گفته و مخفف سازی صداقت دارید، نباید با اصرار یک ملت بر ترک بودن خود که در آذربایجان و دیگر نقاط ایران جدید و جعلی زندگی می‌کنند و خودشان را ترک می‌نامند مخالفت بکنید. اما تو مخالف ترک بودن این ملت ساکن در آذربایجان و دیگر نقاط ایران جعلی هستید و نمی‌خواهید ملتی که در آذربایجان زندگی می‌کنند خودشان را ترک بدانند. یعنی رفتار و موضع‌گیری امثال تو ایدئولوژیک، سیاسی و در راستای اهداف یک سیستم مدیریت شده و هدفمند مرکزی است. امثال تو با اراده هویتی و تعریف از خود ملت‌های در اشغال ایران مخالفید. می‌دانیم که امثال تو نوکران سیستم تبلیغی و سیستم شستشوی مغزی آموزشی فارس ایران هستید و برای استقرار مفاهیم مورد نظر فارس ها و آن سیستم در میان ترک ها فعالیت میکنید تا منافع آن سیستم فارس ها، فارسی و منافع موقعیت و نفوذ اداری شخصی خودتان را تأمین بکنید. آیا از همین رو نیست که با آموزش به زبان ترکی و رسمی شدن زبان ملت ترک در سراسر ایران جعلی و جدید مخالفت میکنید؟ تو هم مانند همه میدانی که کلمه آذری مخفف نام و کلمه مقدس آذربایجان نیست، بلکه آذری مفهومی سیاسی، ایدئولوژیک و تهاجمی و ساخته شده اتاق فکر اولیه پانفارسیسم در اوایل قرن 20 بوده است. سازندگان اولیه کلمه آذری آن را برای اشاره به ترک‌های آذربایجان که تاریخاً در این منطقه میزیسته و حاکمیت منطقه را در دست داشته‌اند ایجاد نکردند. آنها می‌خواستند و پیروان کنونی آنها هم می‌خواهند مفاهیم و اهداف سیاسی دیگر ستیز ضد ترک و را که در کلمه آذری پنهان کرده اند و در راه نشر آن سیاست ها و اهداف هم 10 جلد کتاب نوشته اند را به ملل و جوامع القا و تزریق بکنند. اگر در سایه تبلیغات سنجین و شستشوی مغزی آموزشی موفق بشوند تا ملل و به خصوص ترک های پراکنده در سراسر ایران جعلی را به مفاهیم پیهام شده در کلمه جدید، مصنوعی و ساخته اتاق فکر اولیه فارسا و دشمنان ترک ها یعنی کلمه آذری مؤمن بکنند و ترک ها در مقابله با ایدئولوژی آذری دست از مقاومت بردارند، شکست خورده تسلیم بشوند، مرحله اول نقشه تغییر ذهنی ترک ها عملی خواهد شد. در نتیجه آن هم سد مقاومت روانی و شناختی ترک ها از خودشان و دشمنانشان شکسته خواهد شد. پس از آن نوبت اجرای مراحل و قدمهای بعدی از انکار هویت و تزریق هویت دیگر بر این ملت ترک فرا خواهد رسید. دشمنان ترک ها و ترکی آگاهانه تلاش می‌کنند تا با ترویج و مورد قبول واقع شدن کلمه آذری ترک بودن یک ملت تاریخی نابود بشود. همه و به خصوص خود ترک ها مهاجر بودن خودشان را بپذیرند و باور بکنند که آنها به عنوان یک ملت جدید به این منطقه مهاجرت کردند. در نتیجه این ملت جدید بدون سرزمین، بدون ریشه و بدون تاریخ در این منطقه دیده و پذیرفته خواهند شد.
یعنی این ملت جدید مهاجم و مهاجر هم خواهد بود. از طرف دیگر با کلمه آذری بر تغییر اجباری زبان ساکنان اصلی آذربایجان از فارسی به ترکی توسط مغول‌ها یا غزنوی‌ها یا سلجوقیان تاکید خواهد شد. تو یا با مفاهیم و مدلول‌های واقعی کلماتی از این دست آشنا نیستی یا عمدن می‌خواهی دروغ بگویی. شاید هم مانند امثال فردوسی شناسان فارس هایی که میخواهند داستان‌نامه فردوسی را از جملات، کلمات و مفاهیم ضد انسان، ضد زن، ضد عرب و ضد ترک تبرئه بکنند، تلاش میکنید تا کلمه آذری را از ایدئولوژی جعلی و جدیدی که به تازگی برایش ساختند تخلیه کرده و به آن مفهومی سرزمینی را تلقیح بکنید. اگر فرض اخیر را در مورد مقصود امثال تو از آذری باور بکنیم جالب و مفید خواهد بود، اما این مقصود نه تنها با ادبیات جاهلانه و توهین‌آمیز تو سازگار نیست، بلکه با تلاش تو برای انکار فلسفه، ایدئولوژی کلمه آذری هم سازگار نیست. چرا که اگر آذری مخفف آذربایجان بوده و است و مفهومی جز ملت ترک تاریخی ساکن در آذربایجان را ندارد، نباید در مخالفت با خواست و اراده مردمان این منطقه که خودشان را ترک مینامند قلم بزنید و بر آذری بودن و ترک نبودن این ملت تاکید بکنید. از طرف دیگر اگر ملتی با استفاده از مخفف برای نام سرزمین و وطن تاریخ خود مخالفت می کند، چرا باید با اصرار به مخالفت خود ادامه بدهید؟ می دانیم که اگر مخفف نویسی کلماتی با مخالفت عده‌ای متخصص یا ملتی روبرو بشود، باید از استفاده از آن مخفف جلوگیری کرد و خودداری کرد. در غیر این صورت آن مخالفت به لجاجت و مخالفت سیاسی و ایدئولوژی تبدیل شده به دشمنی می انجامد. آیا تو خودت را دشمن ترکی، آذربایجان تعریف میکنی؟ اگرچه باید دشمن را شناخت و نباید از دشمن درباره احساسات و تعاریف دشمنانه اش پرسید که صد البته انکار خواهد کرد. با احترام، انصاف علی هدایت.